سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ گفتم بیام یک ویدیو در ارتباط با درمانهای اولیه لک که میتونین انجام بدین و بهتون سریع بگم و برم. بچه ها همینجور که میدونین لک یکی از معضلات پوستیه که اکثر حالا ایرانی ها مخصوصا خیلی باهاش درگیر هستن. برای درمان لک حالا لک خودش انواع مختلفی داره. من توی ویدیو آموزشی دیگه به صورت مفصل در ارتباط با انواع لک بهتون توضیح میدم، ولی کاری که شما میتونید انجام بدین اینه که حتما از ضد آفتاب استفاده کنید. ضد آفتابایی که SPF 30 تا حالا حتی 90 بسته به نوع پوستتون میتونین استفاده کنین و هر 2 ساعت یا 3 ساعت در میون هم باید تمدیدش رو انجام بدین. دومین نکته برای درمان لک‌های پوستی نوشیدن آب فراوونه. بچه ها همیشه هم گفتم آب نه تنها برای درمان لک‌های پوستی کمک میکنه، برای داشتن پوست شفاف و شاداب اینه که شما آب زیاد مصرف کنید. نکته دیگه که برای درمان لکه استفاده از کرم های ضد لکه مثل ترانزامیک اسید که اینا چون جزء اکتیو ها هستن شما میتونین به صورت هفته 2 بار یا 3 بار بسته به نوع پوستتون شبها استفاده کنید و بعد روش حتما سرم های آبرسان و کرم های مرطوب کننده هم بزنید. درمان دیگر لک های پوستی استفاده از سرم ها و کرم های روشن کننده پوست مثل سرم ویتامین C که به این صورته که شما بعد از شستشوی صورت رو پوست تمیز سرم ویتامین C استفاده میکنید. حتی سرم ویتامین C رو میتونید روزها هم استفاده کنید اگه بهش حساسیت ندارید. استفاده از سرم آلفا آربوتین یا سرم روشن کننده پوسته که برای درمان لک میتونید ازش استفاده بکنید. مثل سرم ویتامین C رو پوست تمیزتون میتونید سرم رو بزنید و محدودیتی هم نداره، حتی میتونید به جز شب‌ها روزها هم ازش استفاده بکنید. کار دیگه که برای لک‌های پوستی میشه انجام داد استفاده از کرم‌های لایه بردار مثل AHA که البته باید از این کرم‌ها با احتیاط استفاده بشه و توصیه اینه که با هفته 1 بار شروع بکنید و حتما قبل از این کرم روی صورتتون مرطوب کننده بزنید و بعدا از این کرم لایه بردار استفاده بکنید. اینا یه سری نکاتی بود در ارتباط با درمان لک‌های پوستی. اگرم دوست دارین لک‌هاتون رو به صورت تخصصی تر بشناسین و درمان‌های تخصصی تری هم داشته باشین کانال بنده رو سابسکرایب کنید که تو ویدیوهای بعدی میخوام در ارتباط با لک بیشتر توضیح بدم. اگرم دوستانی هستن اینجا که علاقه‌مند هستن به بازار کار و دوستان اسکین تراپیست بشن میتونن اینستاگرام بنده رو فالو کنن و تو کلاس‌های حضوری و آنلاین من شرکت کنن. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.